خب حالا با توجه به این که این تعریف کرده چی به ذهنتون میرسه؟ حس مکان، تعلق خاطر، توی هویت هم اینو داشتیم، تو خانه‌ای هم اینو داشتیم. برای هر فرد متفاوته. آره. تجربه‌ای که تو این مکان داشتن آفرین. بچه‌ها اینی که گفت خیلی مهمه. تجربه شما هستن مثلا مسجدایی که طرف مثلا عزیزش رو از دست داده، وقتی که از اون خیابون رد میشه یه دفعه یادش میفته که مثلا اون روزای بدی رو که سپری کرده چقدر روزای سختی بوده براش، خاطره بدی داره. مثلا از این ور خیابون که مسجده میره اون ور خیابون رد میشه. میدونی چون خاطرات بدی داره. و اینکه دیگه چی؟ یه هویت رو گفتیم، شخصیت متفاوت هم گفتیم، تجربه افراد هم از اون فضا متفاوت میشه. درست شد؟